روایت داره روز قیامت که میشه نامه عمل دست آدم که میدن، خوشبال اون کسی که نامه عملش که میدن اگه گناهی هم از دستش در رفته کرده زیرش هم یه استغفار نوشته. پشیمان شده واقعا، استغفار کرده. من اکثر الاستغفار، کسی که زیاد استغفار کنه 4 خاصیت داره استغفار زیاد. اول، جعل الله له من کل هم و غم فرجا. بی خودی آدم گاهی غصه‌اش میشه، هر چند فکر میکنه من چی شده، من گرفتم، خیلی ناراحتم. تصویر رو بردار، 100 تا استغفار کن، حال جا میاد. من امتحان کردم. من کل خوف امنو، میگن زلزله میاد، نمیدونم چی میاد، امریکا میاد، اینا همه حرفه. استغفار کن. بام که میامد من خونمو تصویر رو استغفار میکردم. بام اومد موضوع یحیی خورد، منزل ما قوطی زردچوبه ریخت، اما هیچ طوری نشدیم. اینجا من درس میگفتم، چهارم مولوی بام انداختن زمان جنگ، من درس میگفتم، استغفار میکردیم، طوری نشدیم. پس هر وقت خوفی هم پیش آمدی شد، من کل زیغ مخرجا، شفته‌ها عقب افتاده، صابخونه جواب کرده. بله، حالا استغفار که بکنی راحت میشی. استغفار که بکنی یه بنده خدایی چکاش عقب افتاده و غصه‌اش بود، شب نصف شب پاشد در خونه خدا، به خدا گفت خدای آبروم امروز بازار خطره، خودت کار ما. صبح که میره در حجره یه نفر از رفقا میاد، همون مقدار پول رو میده بهش، میگه حالا اون خبر نداشته قصه رو، میگه این پول رو من پیشت امانت میذارم، اگه لازمم داری خرج کن، هر وقت خواستم چند روز جلوتر تلفن میزنم. عین همون پول رو خدا، کار خوب خدا درست کنه. کارو من بگم بسه، یرزقه الله من حیث لا یحتسب، از جایی که گمون نداری پول میرسه. من هیچ گمون نداشتم، پیرو اینجا نماز میخوندم، یهو دیدم یکی از طلبه‌ها 300,000 تومان گفت یه نفر نظر شما کرده. گفتم کی بود؟ گفت رفت. بعدم رزقم اگه میخوای، رزقم پول و پله نیست، رزق معنی مهمتره. شما استغفار بکنی، امشب میخوای مشهد مشرف شی، تنهایی یک همسفری خوب فرود میشینه، این رزقه. یه عالمی، یه آدم متدین بازاری میاد فرود میشه، این رزقه. زن خوب رزقه، عروس خوب رزقه، دوماد خوب رزقه، همسایه خوب رزقه، رفیق خوب رزقه. همشون رزق یعنی پول. استغفار کنی دوماد خوبم گیرد میاد، استغفار کنی عروس خوب گیرد میاد، استغفار کنی همسایه خوب گیرد میاد، مسجد خوب گیرد میاد، خونه یه جایی که پلو خونه یه مسجد خوبه.